یه مورد خیلی مهمی که من فکر میکنم مظلوم واقع شده و وظیفه خودم به عنوان یک وطن پرست میدونم که نشر بدم اینه. جناب آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیشک معجزه زنده حال حاضر جهان و وطن پرست ترین ایرانیه که به اون رفته. چرا؟ چون 40 و اندی سال با یک مشت مسئول دزد اختلاسگر غرب زده طرفدار آمریکا که تحت توهم آمریکا رو دشمن ایران نمیدونند داره با بزرگترین دشمن ایران و ایرانی و جهان تنها مبارزه میکنه. و جالبتر از اون تنها حاکمیه که ظرف 300 سال گذشته یک وجب خاک تصحیح میکنم با تمام فشارهایی که بهش اومده یک وجب خاک ایران رو باج نداده. سایت مستدام پدر قدردان تمام زحمات هستیم. همه بدونن، هم دشمن بدانه، هم دوستان با اخلاص بدونن، هم اون دوستانی که گاهی دلشون میلرزه بدونن جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنن، ما به اونها